امروز که در سن 67 سالگی نشستم و به گذشته نگاه می کنم، چیزی شبیه پرده رنگین در برابر چشمانم گسترده می شود. پرده‌ای که هر رنگ و هر خطش داستانی دارد. من در روستای کماچال به دنیا آمدم، از مادری اهل نخچیر کلاییه. دو روستا با دو شیوه زندگی. در کماچال برنجکاری و نوخانداری رواج داشت و در نخچیر کلایه برنجکاری و چایکاری. از همون کودکی من میان این دو دنیا رفت و آمد داشتم و شاید به همین دلیل است که زندگیم همیشه میان دو رنگ، دو عطر، دو تصویر در نوسان بوده است. کماچال از قرنها پیش با شالیزارهایش شناخته میشد. وقتی صفویان بر تخت قدرت بودند، خاک کماچال را برای پرورش درخت و توت حاصلخیز و مناسب یافتند و به این ترتیب نوغانداری در روستا جان گرفت. زنان با دستهای زحمتکش خود ابریشم را از دل پیله‌های کوچک بیرون می‌کشیدند و رنگ زندگی را به لباسهایشان می‌بافتند. اما نخچیر کلایه بوی دیگری داشت، بوی چای، بوی برگ‌های سبزی که در آفتاب می‌خشکید و روح آدمی را تازه می‌کرد. کودکی من میان این دو اقلیم گذشت. هنوز هم به خاطر دارم که بهار هر سال با مادرم به باغ‌های نخچیر کلایه می‌رفتیم. زنان زیبا با دامان‌های گلدار در باغ‌هایشان مشغول چیدن چای بودند. قامتشان در میان ردیف‌های سبز بوته‌ها چون شعری زنده می‌درخشید. من کودک بودم، اما آن همه زیبایی در جانم حک شد. برنجکاری سختی خودش را داشت. زنانی که تا زانو در گل و آب فرو می رفتند، پاهایشان زخمی از نیش مار و مکیدن خون زالو. اما در چایکاری پاها روی خشکی بود و اگرچه زحمت داشت، زنی که برگ سبز می چید هنوز می توانست لبخند بزند. همیشه می اندیشیدم چرا بار زندگی بر دوش این زنان باید چنین سنگین باشد؟ چرا کسی به فکر فرسودگی زود هنگامشان نبود؟ آن روزها جنگل تنها جنگل نبود، خانه‌ای برای پرندگان، آهوها، روباها و حتی سایه‌های ناشناخته‌ای که در لابلای درختان پنهان بودند. وقتی بهار می‌رسید و من پا به جنگل می‌گذاشتم، صدای هزار پرنده در گوشم می‌پیچید. اما روستاییان برای کاشت چای بسیاری از این جنگل‌ها را ویران کردند. کاش السلطنه چای را به لایجان آورد و کشت آن گسترش یافت، جنگل‌ها آرام آرام از میان رفتند. و چه تلخ که امروز نسل جدید همون باغ‌های چای را نیز از میان می‌برد تا خانه‌ای بی‌قواره و بی‌روح می‌سازد. به این ترتیب نه جنگلی مانده نه مزرعه‌ای، تنها خاطری در دل من است و تابلوی نیمه کار روی بوم. جنگل‌ها رفتند، خانه‌ها روییدند، پرندگان خاموش شدند، تنها صدای اره‌ها در گوش باد ماند. سالها بعد من رشته نقاشی را انتخاب کردم. می‌خواستم چهره مردمان و طبیعت زادگاهم را جاودانه کنم، اما زود دریافتم که شناخت رنگ‌ها کاری ساده نیست. هر سبز جنگل تنها یک سبز نبود، سبزهایی داشت که به آبی می‌گرایید، سبزهایی که به زرد می‌زد. اگر نقاشی رنگ شناس نباشد، گم می‌شود در این هزار تو. یاد گرفتم که هر تابلو از میلیاردها رنگ ساخته می‌شود. مردمان عادی یک تصویر می‌بینند، اما نقاش می‌تواند تک تک لایه‌ها را بشکافد و ارزش هر رنگ را دریابد. درست همان گونه که برای شناخت فرهنگ یک روستا باید لایه لایه وارد شد، از لباس‌ها، از ترانه‌ها، از رنج‌ها و شادی‌هایش. گاهی وقت به لباس‌های زنان روستا نگاه می‌کردم. با خود می‌گفتم ترکیب این همه رنگ چطور در کنار هم چنین دلنشین می‌شود؟ مثل وقتی که قرمز را با سفید می‌آمیزی بالبالویی در می‌آید. اما حقیقت این است که آن لباس‌ها حاصل شناختی عمیق از رنگ و هماهنگی بودند
سالها در سفر به آموختن گذشت تا دوباره در 1384 به زادگاهم برگشتم. اما دیگر کماچال همون روستای کودکیم نبود. نه روستا بود و نه شهر، چیزی میان این دو. من تصمیم گرفتم 4 فصل گیلان را بر بوم بیاورم. 16 سال کار کردم تا زنان نشاکار بهاری، مردان و زنان دروگر تابستانی، خرمنکوبان پاییزی و پادنگ زنان زمستانی را زنده کنم. تابلویی به نظرم نه فقط تصویر که سندی از فرهنگی بود که داشت محو می شد. بعد با خود گفتم چرا همین کار را در چایکاری و نقانداری ادامه ندهم. از 1404 شروع به ساختن تابلوی چایچینان کردم. خاطره کودکیم در نخچرکلایه دوباره زنده شد. زنان در میان بوته‌های چای، دامن‌هایشان آغشته به عطر سبز برگ‌ها، اما دیگر چیزی همانند گذشته نبود. دستگاه‌های برقی آمده بودند. زن و مردی با یک ابزار شارژی برگ‌ها را می‌بریدند بی آنکه دستشان با برگ تماس داشته باشد. سالها قبل که من به روی تابلوی 4 فصل کار می‌کردم، کشاورزی به من گفت از زمانی که ماشین‌ها وارد مزارع برنج شدند، بوی عطر برنج نیز فرق کرده، چون که قبلا همه این کارها را گیل زنان با دستهای خود با یک دنیا احساس انجام می‌دادند. دقیقاً همین جمله را در یکی از باغات چای از زبان چایکاری شنیدم. وقتی به گذشته می‌نگرم می‌بینم زندگی من داستانی است میان ویرانی و باز آفرینی. جنگل‌ها رفتند، شالیزارها خسته شدند، باغ‌های چای به خانه بدل شدند، اما در دل این همه نابودی یک چیز باقی ماند: تلاش برای ثبت زیبایی، برای نگه داشتن لحظه‌ای که شاید دیگر هیچگاه تکرار نشود. نقاشی برای من تنها هنر نبود، راهی بود برای مقابله با فراموشی. من می‌دانستم که هر تابلو با خون دل آغاز می‌شود، با اضطراب، با این پرسش که آیا خواهم توانست این همه زیبایی از دست رفته را بازگردانم؟ اما وقتی تابلو به پایان می‌رسد، خاطره شیرین جا می‌گذارد، همچون قصه‌ای که می‌توانی برای فرزندانت حکایت کنی. اگر جنگل را بریدند، اگر برنجزار را خشکاندند، اگر چایزار را خانه کردند، بگذار بر بوم من بماند که روزی کسی بخواند اینجا روستایی بود، اینجا زندگی می جوشید. امروز در 67 سالگی به خود می گویم من وارث 2 نوع ویرانی بودم: ویرانی جنگل به دست پدرانم برای کشت چای و ویرانی چایزار به دست فرزندان برای ساخت خانه. اما در این میان آنچه می تواند ما را نجات دهد یادآوری است. ما باید به نسل‌های بعدی بگوییم چه داشتیم. زندگی در کماچال و نخچرکلایه به من آموخت که زیبایی هیچگاه جاودانه نیست مگر آنکه در خاطره، در شعر یا در نقاشی ثبت شود. شاید جنگل دیگر بر نگردد، شاید زنان برنجکار دیگر پا در گل نگذارند، شاید هیچ کس دامن گلدار برای چایچینی نپوشد. اما من باور دارم که هنر میتواند روایتگر همه آنها باشد، پلی میان گذشته و آینده، میان سنت و فراموشی. و اینک که برمیگردم به روزهای کودکی، تنها میتوانم زمزمه کنم: بهار رفت، تابستان هم گذشت، پاییز آمد و زمستان در پیش است. اما در دل من همیشه یک روستا زنده است: کماچال، نخچرکلایه، با بوی برنج و عطر چای، با رنگ دامنهای زنان و صدای پرندگان. آفتاب خیزانم، خروسخان بو من اون مست و مستانه،
دور است چون من یگانه و بیگانه تا کوه دامن بشوییم شانه به شانه زیر درن سبزی سر چشمی بر خوش بینشتیم رو به خبر دیم بردیم بین بیدهیم آسمان از سرخ بسته ول بگیفته های به زیاراتش آتش مهدر باول کشکش آسمان آتش به جنت اون مگر از عاشقانه نازنینه بگفتم اون می امید سوی آینه داره تیرویه آفتاب خیزانه آفتاب خیزانه آفتاب خیزانه آفتاب